از کار انداختن وزیر در 8 حرکت. خوش آمدید به یک ویدیو آموزشی دیگر از مرکز آموزشی تیارچز. ما در این دوره آموزشی مسیر شما را برای استادی در شطرنج هموار کردیم و شما در 90 جلسه دوره استادی را رهبری خواهید کرد و به یک استاد بزرگ شطرنج در هر سنی که هستید تبدیل خواهید شد. بدون تلف کردن وقت میریم سراغ آموزش. حرکت اول را تمام آموزشی که در کانال انتشار دادیم، حرکت اول ما با ایچار انجام دادم که یک حرکت خیلی ممتازی است در حرکت آغازین سفید. ببینیم که حرکت ایچار رو انجام. حرکت بعدی مشکی 5 میره. معمولا وقتی که مهره سفید بچه‌ها حرکت ایچار شما انجام میدید، حرکت E5 به صورت خودکار توسط مشکی اتفاق میفته. یعنی در واقع میخواد مشکی صد را برای شما بشه و جلوگیری از نفوذ و گشایش و حرکات‌های بعدی شما بشه. ببینید وقتی که مشکی حرکت E5 انجام میده، با یک حرکت هم مانع از گشایش حرکت E4 شد، هم این خونه رو پوشش داد. حرکت بعدی من F3 انجام میدم و حرکت بعدی مشکی منتظر هستیم که انجام بشه. F6 انجام میده. حرکت بعدی من C4 میرم. حرکت بعدی مشکی G6. حرکت بعدی من این حرکتی که الان میشه انجام داد. بچه‌ها با توجه به اینکه نگاه کنید این سرباز سطح شاه وزیره و وزیر براتی میتونه سرباز بزنه و به من کیش. این سرباز هم میتونه بزنه و تهدیدی بشه برای رخ من. پس الان این حرکت شاه خلاص. بچه‌ها معمولا سعی کنید در حرکت دوم و چهارمتون آغاز شروع بازیتون زمینه‌ای برای خودتون ایجاد کنید که به راحتی بتونید شاه قلعه یا قلعه شاه انجام بدید. حالا چه قلعه کوچک چه قلعه بزرگ. و معمولا استاد بزرگا در حرکت سوم یا حرکت چهارم قلعه کوچک را انجام میدن. این باعث میشه که شاهشون در یک جایگاه امن‌تری قرار بگیره از حمله توسط مورای دشمن، مورای حریف به اصطلاح تصدیق کنم صحبتامو، نجات پیدا کنه و شما به راحتی بتونید گشایش انجام بدید و آغاز کننده حمله شما باشید، نه حریف شما. برخی از بچه‌ها فقط حمله دفاعی انجام میدن. چرا دارن که اگر ما دفاع کنیم تایم بگیریم و حمله نکنیم، بعد در این دفاع از اشتباهات حریف استفاده کنیم و یک سری مورا ازشون بگیریم بعدش حمله کنیم، باعث برتی و برد ما میشه. برعکس هیچ یک از استاد بزرگا دفاعی بازی نمیکنن. ولی استاد بزرگا ابتدا سعی میکنن محیطشون محیط ایزوله و امنی باشه، شاشون هم نشه بهش حمله کرد، مراهاشون دیدمانش جوری باشه که قطرهای مهم از جمله E5 D4 D5 این خونه را تحت شاه خودشون قرار بدن. بعدش که هیچ حمله ای از سمت حریفشون اتفاق نمیفته، آماده گشایش و حمله میشن. حرکت بعدی مشکی E4 انجام میده. وقتی که خونه توسط شاه گرفته شده، وزیر به اجبار میاد این خونه را میسازه. بعدی که یک عله خواهد بود برای وزیر. بچه‌ها این حرکت کیش. ما الان برای وزیر طلا گذاشتیم. اگر شاه گیله بزند، ما انجام G5 را کیش میدیم و با انجام این حرکت وزیر از صف خارج میکنیم. چرا انجام میدیم و وزیر خارج. معمولا شطرنج بازهای حرفه‌ای این حرکت ها وقتی اتفاق میفته استراتژی‌های ما رو مطالعه کردن و این فیل رو اصلا نمیزنن، چرا که وزیرشون رو حفظ کنن. میان اینجا این حرکت انجام میدن، بعدش وزیر رو برمیگردونن عقب. اما موتورها کسانی که تازه شطرنج یاد گرفتن با راحتی میان حرکت F7 انجام میدن و حریفشون با خیلی راحت G5 میره، 4 کیش میره، مجبور رفع کیش کنه. یکی از خانه‌هایی که میتونه بیاد حرکت میکنه، لا هم میتونه اینجا بیاد، هم اینجا بیاد، هم اینجا. به انتخاب خودش E8 میره، برمیگرده به جایی که بود و شما به راحتی با انجام حرکت E4 وزیر رو در حرکت صفحه خارج کرد. وقتی که این اشتباهاتی ایجاد میشه در روی حریف شما تاثیر میذاره و 95% کسانی که اشتباهی رو انجام میدن اعلام تحصیلی میکنن و شما در یک تایم کوتاه یا حتی تایم طولانی با 7 حرکت خیلی استراتژی و تاکتیکی معنادار حریفتون رو به راحتی شکست میدید و میرید سراغ حریف بعد. امیدواریم که از این سبک ویدیو آموزشی لذت برده باشید. اگر کانال خودتون رو دوست دارید ما را سابسکرایب کنید، برامون یک کامنت بذارید. اگر از ویدیو خوشتون میومد یک کامنت بذارید، توضیح بدید که چرا این ویدیو خوشتون میومد و ما از طریق فیدبک شما، از طریق کامنت شما محتوای آموزشی پاکیزتری تولید کنیم.